ما واقعا متاسفیم که امارت اسلامی با داشتن داعیه شریعت و داعیه دینداری و داعیه الهی و اسلامی در عین حالی که در ازشون علما قرار دارن، چرا فشار مذهبی رو هر روز شدیدتر میکنن که واقعا ما در این 4 سال و 11 ماه مشاهده میکنیم که سال به سال و ماه به ماه، هفته به هفته فشار مذهبی بر پیروان جعفری زیاد و زیادتر میشه. این مسئله سبب شده است که مردم فاصله بگیرد، مردم از حکومت گلایه‌مند باشد و مردم ناراضی باشند که فکر میکنیم این فشارها باید نه تنها کاهش پیدا کنند که باید برداشته شود، به صلاح امارت اسلامی نیست، به صلاح مملکت نیست، فاصله های اجتماعی رو بیشتر میکنند، خب حقد و حسدها و کینه ها را بیشتر میکند. وقتی که فشار زیاد شد، خواهی نخواهی انفجار رخ میدهد و نباید کار به انفجار برسد. گاهی مثلا در پوهنتون ها ملزم میکنن که باید محصل یا حنفی شود و یا صحنه پوهنتون رو ترک بگوید که این واقعا به صلاح نیست. چه اشکال داره یک کس پیرو فقه جعفری هم باشه و محصل هم باشه، درس هم بخواند، چه مانعی وجود داره؟ ولی اگر ما مانع تراشی نکنیم، مشکل تراشی نکنیم، گاهی بالاخره میبینیم که حتی حرمت علما شکسته میشه. علما نه تنها طلبه های عادی، علمای تراز اول احضار میشه، ازش تعهد گرفته میشه که مثلا شما عقد موقت نخوانید، در حالی که پیروان فقه جعفری به انجام دستورات مذهبیشون ملزم هستند. مگر می توانیم ما شیعه باشیم به فقه جعفری خود عمل نکنیم؟ مگر میشه یک حنفی به فقه حنفی عمل نکند؟ اگر کسی تراویح را معنی بکند چقدر بر شما سخت است. و همین گونه از چیزی که در مسلمات فقه شیعه است، حالا تنها بحث ازدواج موقت نیست، صدها و هزاران مسائل داریم که در فقه جعفری آمده است و پیروان فقه جعفری به آن ملزم هستند. و حتی اگر علما بگن شما عمل نکنید، مردم اجازه نمیدهند. بحث مذهب خط قرمز مردم است. جدا تقاضا میکنن به عنوان یک طلبه، به عنوان یک عالم دین، به عنوان یک پاسدار حریم شریعت و فقه جعفری که فشار مذهبی رو نه تنها کاهش که کاملا باید بردارن.